الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران بسیار عزیز و ارزشمند، اللہ تعالی بالاترین سرمایه که به انسان داده از بین تمام این سرمایه ها و نعمت های مادی و معنوی در سرلوحه همه نعمت های الله تعالی قرار دارد. نعمت ایمان هست. ایمان بالاترین پایه و بزرگترین اساس و مهمترین زیربنای تمام خوبی هاست و تمام خیر، و این در بالاترین سطح همه خیرهای دنیا و آخرت قرار دارد. و ایمان به معنی اعتقاد قابل قبول، اعتقاد درست و صحیح که به الله تعالی حاصل می شود. و این مهمترین رابطه بشر و انسان با الله تعالی و بالاترین ارتباط انسان با خدا به وسیله ایمان برقرار می شود. اعتقاد درست، اعتقاد صحیح، و از همه خوبی های بشر که در دنیا متصور انسان انجام بده، بالاترینش او اعتقاد صحیح به الله تعالی که انسان خدا را قبول بکنه، عظمت الهی را و وحدانیت خدا را. خدا عز و جل شرک قبول نداره که اگر با ایمان کسی شرک مخلوط کنه بگه من عظمت الله تعالی را قبول دارم ولی کسی دیگر را با خدا بندگی کند. و این الله تعالی ایمانه که مخلوط و شرک، این ایمان الله تعالی قبول نداره و نمیپذیره. الله ایمان را میپذیرد که تنها و تنها پرستش الله در آن باشه و بندگی الله، همه بنده الله تعالی ایم، و لحظه قبول بکنه وحدانیت الله که همه مخلوقان خالق تنها یک ذاته، همه عابد و عبادت کنندن، معبود تنها ذات واحده و تنها پروردگاره. و انبیاء علیهم السلام در سرلوحه کار انبیاء علیهم السلام دعوت به توحید بود.
به خدا پرستی بود، به پرستش خدای واحد لا شریک بود. و بزرگترین داعی که در عراق دعوت را آغاز کرد و برای همین خاطر بالاخره از وطن ترک کرد، آخر به آتش هم رفت. برای همین مطلب حضرت ابراهیم علیه السلام بود. سختی های زیادی را و رنجای زیادی را در راستای تفهیم توحید ابراهیم علیه السلام متحمل شد و ابراهیم از دنیا رفت و وفات کرد و اون مردم اون دور نمرود اون هم رفتند که قبول نکردند، ولی کلمات ابراهیم که کلمات توحید باشه تا قیامت ماندگار شد. تا قیامت بیادگار ماند از حضرت ابراهیم که ابراهیم علیه السلام دعوت به توحید الله تعالی داد و براءت جستند از همه معبودان باطل، کسانی که بغیر از خدا پرستش می شود. از معبود بودن اونها ابراهیم اظهار براءت کرد و گفت که من بیزارم از اون چیزی که شما اونها را پرستش میکنید. من اونها را به معبود بودن، به خدا بودن من قبول ندارم. خدای واحد و لا شریک را تنها پرستش میکنم و بندگی میکنم. و این کلمه تا قیامت جریان داره در بشر و تلاوت میشه به وسیله قرآن و شاید در کتاب آسمانی دیگر هم باشه این و به زبان بندگان تکرار می شود. و عزیزان، این کلمه های عادلانه، منصفانه، کلمه مفید، اینها همیشه یادگاران و ماندگاران و به کسانی که الله بخواهد تاثیر گذارم هستند. لہذا این پایه ایمانه و آن حضرت صلی الله علیه وسلم ایمان را به یک درخت تشبیه دادن. درخت تنومندی است که ریشش در قعر زمینه و سر به فلک کشیده است و سر به آسمان کشیده و این شاخه های متعدد داره. این درخت زیباست و نورانیه و می درخشه، درخت ایمان با شاخه های بسیار سرسبز و شاخه های بسیار زیبا و پر از ثمره و میوه است که هر آن میوه میدهد. این میوه این فصلی نیست مثل درختان دنیا که سبزیشون و میوهشون در فصلهای خاص میوه میدهند، اما این میوه و محصولش و خیرش در زمستان، در تابستان، در پاییز، در فصل بهار، تمام 4 فصل و شب و روز و همه وقت این میوه میدهد. میوه های شیرین و زیبایی داره و این درخت ایمانه. و تمام فرمودن در حدیث صحیح بخاری شریف آمده است که ایمان و بضع و 70 شعبه. این حدیث آن حضرت هست که فرمودن ایمان 70 اند شاخه داره، هر دستور یک شاخه است. نماز یک شاخه، زکات شاخه دیگر است، روزه شاخه دیگره، حج شاخه دیگره و تمام دستورات الله هر دستور یک شاخه است. شاخه های بزرگ است، شاخه های کوچک است. ممکنه یک شاخه باشه که بعد چندی شاخه دیگه داشته باشه، سرسبز. و فرمودن که والحیاء شعبة من الایمان، حیا
یکی از شعبه های عظیم و شاخه های بزرگ درخت ایمانه. ایمان مزین این درخت ایمان و این درخت ایمان زیبایی میگیره از شاخه، هر شاخه، تمام شاخه ها، ولی شاخه ایمان یک حیا یکی از زیباترین شاخه های درخت ایمان و شاخه بزرگ و الحیا شعبت من الایمان، حیا شعبه بزرگ و عظیمی از درخت ایمان. ولهذا حیا مهمه، یک چیزی که همه انبیا در آن به صورت مشترک تاکید داشتند و او را تبلیغ کردن در جامعه حیا بود و حیا خیلی مهمه. نگهداری حیا، حفظ حیا مهمه و قدیما گفتن که حیا یک قطره آبه و اگر این آب از بدن بچکه و حیا از بدن بیرون بشه واقعا انسان هیچ دردی نمیخوره، هیچ خیری در انسان نیست وقتی در آن حیا نباشه. حیا مهمه، زیباترین این معنایش آنه. این حدیث از مفهوم حدیث برمی آید که زیباترین اخلاق، ببینید باب اخلاق، اخلاق تمام اخلاق های زیبا، زیبایی هم برای انسان، انسان زیباییش را از عمل زیبا میگیره، از منش و رفتار و اخلاق زیبا زیبایی میگیره و اینها هم شاخه درخت ایمانان و هم زیبایی و عطر انسانان. ولی انسان بالاترین زیباییش را در بحث اخلاق و اخلاقیات از حیا میگیره. اگر حیا باشه و عفت باشه این بالاترین زیبایی است و این زیبایی بزرگه. حیا چیز مانع در وجود انسانه که انسان از کارهای پست حفاظت میکنه، من میکنه. همین بچه ها را میگه ها بچه بده نکن این کارا، بده. تعلیم حیای به بچه که کارهای بده نباید کسی انجام بده. چیزی که جلوی مردم در فرهنگ مردم بده، چیزی که نزد خدا بده، چیزی که نافرمانی خدای، حق خدا ضایع میشه و چیزی که حق انسان ها را ضایع بکنه، حقوق انسان ها نادیده گرفتن، این بد اخلاقیه. باید حقوق انسان ها را رعایت کرد، به انسان ها حرمت گذاری کرد، احترام گذاشت. ولهذا اگر ما حق و حقوق رعایت نکنیم بده و حیا مانع میشه. حیا میگه حقوق انسان را ضایع نکن. آقا این پدره، این مادره حق داره، این همسر حق داره، شوهر برای زنان حق داره و این برادر خواهر حیا کن، حقوق اینها را رعایت کن. انسان به خودش تلقین میکنه که این نادرسته، حق کارگر را برای بدید، حق صاحبان حق بده، از تو حق میخواهم، حیا کن، گناه نکن. وقت نمازه، حیا کن، نماز بخون. و این حیا این سرمایه کلی است که من میکنه از گناه، من میکنه از نافرمانی خالق و مالک و رازق، کسی که همه چیز را ما از او داریم، تمام هستی ما و زندگی ما و دارایی ما از آن الله. حیا میگه تو چگونه خدا را نافرمانی میکنی؟ چگونه وقت نماز اعلی بخوابی؟ تو الان ماه رمضان و وقت روزه، چگونه روزه را بخوری؟
و حیا کجایه؟ شرم کجایه؟ و حیا میگه آقا شرم کن، مردم دارن مسجد نماز میخوانن، تو در خانه خوابی، برو در صف نماز بیست. آقا تو کارمندی، تو مسئولی، تو کارگری، تو کار فرمایی، به وظیفت برس. تو حقوق میگیری، وقتی تو حقوق میگیری وظیفت رو صحیح انجام بده، مسئولیتت رو صحیح انجام بده، از کارت کاهش نده. حالا هنوز کارگره 8 ساعت باید کار کنه، حالا 7 ساعت شده، 1 ساعت هنوز باقیه. و تو چگونه از کارت دزدی بکنی؟ تو چگونه کارت را درست انجام ندی؟ پول میگیری، باید کار سالم انجام بدی. لذا این حیا یک سرمایه عظیم و عظیمه، پایدار و ماندگاره و ثمراتش باقیان. و لحاظا باید این حیا نگهداری بشه، حیا پرورش داده بشه که حیا تقویت بشود و نه حیا ضعیف بشه و زندگی انسان خارج بشه. توجه داشته باشید که هیچ زیبایی برای زنان و مردان از زیباتر از حیا نیست. بل زیباترین زیور برای زنان و جواهرات برای زنان، زیبایی برای زنان زیبایی ظاهر نیست که آرایش ظاهری زنان نیست، بلکه زیبایی بالاترین زیبایی، زیبایی علم برای زنان، زیبایی دانش برای زنان، زیبایی اخلاق برای زنان و مردان و زیبایی عملکرد زیبا باشه، اخلاق زیبا باشه. بزرگترین زیبایی حیای برای زنان و مردان. مردگم هر اندازه زیبا باشه ولی حیا داشته نباشه، این بالاخره کریه، ناپسنده و نفرت انگیزه. و اگر زن هم حیاش نداشته باشه و با کمبود حیا روبرو باشه، هر اندازه ظاهرش زیبا باشه، این زیباییش معیوبه، زندگیش معیوبه، عیب داره. چرا؟ که از زیبایی مهمترین اخلاقی شعبه اخلاق که حیای برخوردار نیست، علم نداره، دانش نداره، اخلاق نداره، تندخوی، بدخوی. و لحاظا ای وقتی که اخلاق بد باشه، وقتی که حیا نباشه، این زیبایی نیست. و این زود این زیبایی از نفرت انگیز میشه در دل و تنفر حاصل میشه. چرا؟ که او زیبایی معنوی نداره. و الله تعالی اما حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعای می کردن و می فرمودن یا الله همانطور که اخلاق صورت ما را زیبا کردی، سیرت ما را زیبا بگرد. کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، همچنان که زیبا کردی ظاهر ما را یا الله، باطن ما را و اخلاق ما را هم زیبا بگردان. خلق و خلق اخلاق، خلق خلقت. و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیباترین انسان بود. صحابی می فرماید که شب 14 بود و ماه در آسمان خیلی می درخشید و من نگاه می کردم در چهره آن حضرت و صورت آن حضرت و نگاه می کردم ما کدام زیباتره. دیدم که در چهره ما لکه های سیاه موجوده ولی در چهره محمد رسول الله هیچ لکه وجود نداره، تنها درخشندگی، نور و زیبایی. و لہذا دعا می کردن یا الله همانطور که خلق ما را و خلقت ما را
و صورت از بدن ظاهری و صورت ظاهری را زیبا کردی. یا الله اخلاق ما را زیبا بگرد. و عزیزان من، مهم حیا و حیا چیز بسیار عظیم و بزرگه. در واقع حیا برمیگرده به اصل چیزهای چیز اصلی که انسانیت هست و انسانیت همون حیای که انسان من حیث به حیثی که انسان بالاخره خیلی چیز انسانیت الله در او گذاشته. ولهذا این اخلاق زیبا، حیا و این خیر و خوبی ها همه در واقع انسانیتن. وقتی رفتار با مردم خوب باشه، وقتی ترحم خوب باشه، وقتی حق و حقوق رعایت کنه، انسانیت و حرمت بگذاره به دیگران، این انسانیت. انصاف داشته باشه و عدالت داشته باشه، منصف باشه. و لحاظ اینا تمام اخلاقان و تمام زیباییان و انسان در واقع یک پروژه عظیمی است که چیزهای مختلف مجموعه از خیر است، مجموعه از خوبی است و یا مجموعه میتونه از شر باشه و از بدی باشه و نفرت انگیز باشه. ده انسان اگر در او ایمان بیاید، در او عمل کرده درست بیاید، در او اخلاق نیک بیاید، حیا بیاید، عفت و پاک دامنی بیاید و انعام بیاید، و لحاظا انسان یک مجموعه از مجموعه خیر و خوبی و زیبایی که هر بخشی از عمل کردش را نگاه کنی زیبای. اخلاقیات متعدد در او موجودن که زیبان. ای انسان می درخشه و نورانی میشه و انسان گوهری قرار میگیره که در دنیا قیمت نداره. الله منو نصیب منو شما بگرداند. سرمایه عظیم ایمان، سرمایه عظیم و بزرگ انسانیت، سرمایه زیبای اخلاق، اخلاق کریمانه، اخلاق زیبا و سرمایه حیا که شعبه عظیم از درخت ایمانه. و اگر این شعبه قطع بشود، بالاخره درخت ایمان انسان، درخت دین انسان اگر بقیه همه چیز باشه، حیا نباشه، این درخت ناقصه و این معیوبه و عیب داره و ناتمامه. و روی این فرمودن که یک مقوله آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن که مشترک بین تمام انبیاء علیهم السلام و او تاکید بر حیایه. و این از درسای ایمانه، درسای که حیایه که این درس ماندگار بوده بین پیامبران و تمام پیامبران درس دادن و تاکید کردن او حیاست. و کلمه مشترک اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. هر وقتی که حیا از تو رفت دیگه هر چی خواهی کن و هر چی میخواهی. چرا که حیا که بره مانع وجود نداره. دیگه تو آزادی، هر کاری که میخواهی بکنی. حیا که مانعه. حیا میگه که شرم کنه انسان و انسان باز میآید، ولی حیا اگر افتاد لحظه راه انسان به گناه و بد اخلاقی و فساد باز میشه. مهمه که حیا از الله بکنیم که محسن ماست و حیا داشته باشه انسان از انسانها، از انسانهای صالح، از انسانهای خوب، از انسانهای با اخلاق حیا داشته باشه. و آنچه که سروران گرامی و حضرت یوسف مانع شد که او حفظ کنه و نگهداری بکنه بر فرط جوانی و در
زیبایی بی اندازه حضرت یوسف وقتی که عده شیفته او شدن، او حیا مانع شد و او خوف خدا مانع شد و او گفت معاذ الله انه ربی احسن مثوایا، پناه به الله، او پروردگار منه و جایگاه من بهترین جایگاه قرار داده و من چگونه دست به گناه بذارم. و وقتی که قضیه بر او تنگ شد و فشار وارد شد، راه نماند برای نجات از بی‌عفتی او پا به فرار گذاشت و فرار کرد و وقتی به دروازه های بسته رسید، الله دروازه های بسته را برای او باز کرد و الله تعلیم داد و نشان داد که هر کسی حیا را رعایت کنه، هر کسی از خدا بترسه، از الله شرم کنه، از بندگان خدا شرم بکنه و او درهای بسته را الله روش باز میکنه، درها باز میشن و الله او را نجات میده. فرمود هر کسی عفت بخواهد الله او را عفت عنایت میکنه، پاکی عنایت میکنه و از الله تعالی همیشه عفت بخواهید، پاکی بخواهید و همیشه خیر و خوبی ها را از خدا سوال کنید، دعاها قبول میشود و الله تعالی عنایت میکنه. این سرمایه را داشته باشند همه خواهران و مادران، زنان جامعه ما و همه مردان، همه جوانان یوسف گونه زندگی بکنند و این محیا سبب شد و این نمک شناسی که حضرت یوسف در خانواده که زندگی کردن خیانت اونها را نکردن و صداقت اختیار کردن و از خدا شرمیدن و حیا کردن از بندگان خدا، این سبب شد که حضرت یوسف را از زندان بیرون کنند و بر سر تخت پادشاهی مصر قرار بدن. و ببینی اخلاق زیبا به کجا میرسانه، ببینید حیا انسان به کجا میرسانه، صداقت به کجا میرسانه. امانت داری حضرت یوسف مجموعه از صداقت بود، از امانت داری بود، از حیا بود، از عفت بود و یوسف علیه السلام با صفات زیبا عاشق حضرت یوسف شد پادشاه و او را گفت که این ملک به جای آنکه من اداره کنم و تو این ملک اداره کن برای بندگان خدا. حضرت یوسف وقتی که بر سر کار آمد چنان حاکم شد حضرت یوسف که مردم مصر سرمایه هدایت بخش بزرگ و سرمایه ایمان برخوردار شدن، دارای حیا شدن، دارای اخلاق نیک شدن، سیر و آباد شدن و از عدالت و انصاف برخوردار شدن و بهترین دور در مصر دور حضرت یوسف علیه السلام شد که وقتی حضرت یوسف از دنیا رفت مردم مصر افسوس او را می‌خورد. وقتی که بالاخره یوسف رفت و یا ہے که دیگر یوسف برای مصر بیاید. عزیزان من، الله من و شما را توفیق عمل عنایت کند، صفات زیبا نصیب من بگردانه، اخلاق زیبا نصیب ما، عمل کرد زیبا، اخلاق زیبا و صفات زیبا برمیخیزد، ایمان زیبا و قوی. والله ما را این درخت تنومند و سرسبز و پر از میوه درخت ایمان نصیب ما بگردان. و باید ما فرزندانمون را، دختران و پسران نسبت به حیات تبلیغ کنه، نسبت به اخلاقهای زیبا
نسبت به اخلاقهای زیبا، نسبت به رفتار زیبا فرزندانمون، جوانان جامعه ما تبلیغ بکنه. جمعه گذشته به هر حال از صحبت‌های در رابطه با بعض بد اخلاقی ها و بعض نافرمانی ها و مشکلات یاد شد که قتل ها زیاد شده و ناامنی زیاده، سرقت زیاد شده، رهزنی زیاده، گروگانگیری زیاد شده است، باجخواهی زیاد شده و همه گروگانگیری ها زشت و نازی باهن. اینا بزرگترین بد اخلاقی و تعجبه که انسان نمازم بخونه، خدا را باورم داشته باشه، قبول کنه خدا را، خودش را مسلمان بگه و دست به این کارا بزنه. آخه مسلمان چگونه سرقت میکنه، مال دیگری را میبره؟ مسلمان چگونه کلاهبرداری کنه؟ مسلمان چگونه دروغ بگه، عهدشکنی بکنه؟ مسلمان باشه و چگونه امانت را خیانت کنه؟ الله من شما را حفظ. مسلمان باشه و چگونه گرفتار بی عفتی بشود و دست به بی عفتی بزنه؟ شرماور عزیزان من. مسلمان باشه و خدا را نافرمانی بکنه. مسلمان باشه حقوق همسایه، حقوق و حق پدر و مادر، حق همسران یک دیگه، حق فرزندان رعایت نکنه. ولهذا مسلمان اونه که واقعا تسلیم خدا باشه. مسلمان نما نباشید عزیزان من. مسلمان نما زیاده و مسلمان واقعی کمه. مسلمان هست که شتر را به بار میبرند، مسلمانی که اختلاس میکنه، مسلمانی که گرفتار فساد مالیه و بزرگترین فساد اخلاق فساد مالیه. و ما شما از این مسائل دوری کنید. یک رنگ باشید، یک چهره و یک زبان و صداقت. دروغ نه، دروغ به هیچ شرایط نگید، راست حرف راست بزنیم همیشه. صداقت توی زندگی من باشه، امانتدار برای مردم باشیم، مثل یوسف امانتدار که امانت چگونه روید. یوسف ملک آباد دستش افتاد اما از این سرمایه ها استفاده نکرد و ملت اسیر و آباد کرد. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه زمامدار امور شدند و دست مبارک اونا همه چیز افتاد، ولی از دنیا به دست خالی رفتن، دست مردم و جیب مردم پر کردن و شکم مردم اسیر کردن. و اینها خلیفت الله فی الارض بودند و این نمایندگی حکومت که نمایندگی از خدای در واقع بر روی زمین برای گسترش عدالت، برای خدمت رسانی به خلق، برای اجرای عدالت و امنیت و آسایش مردم، خدمت به مردم نمایندگی و گرفتن حق مظلوم از ظالم نمایندگی. این نمایندگی زمان درست میشه که حق نمایندگی ادا بشه، به سیره حضرت رسول عمل بشه، به سیره انبیاء حضرت یوسف، حضرت داود، حضرت سلیمان عمل بشه که حکومت کردن و چگونه حکومت کردن، چگونه عدالت گسترش دادن. سیره عمر بن عبدالعزیز، سیره سیدنا علی و خلفاء راشدین، چگونه اینها عدالت اجرا کردن. این عدالت این سروران گرامی حیاتیه و مهمه و شرایط کنونی مصیبت ها زیاد شده و بلاها همه هجوم آوردن به ملت ایران،
هم از آسمان و هم زمین. ها الان سده خالیه، آب برای خوردن نیست و الله قدرت داره که در آسمان باز بکنه باران بیاورد و این سده ها را مگر که پر کرده غیر از خدا؟ خدا این سده را پر کرده و الان نیاز دارم بندگان، آب چرا نمی آید؟ و این بلاهای آسمانیه و این معلوم میشه که کشور ما مورد آزمایش ما قرار گرفتیم و آسمان هم از بالا ما را تحریم کرده و زمین پایین تحریم. و اینها عزیزان من، آسمان چرا ما را تحریم کنه؟ معلوم میشه که ظلم موجوده. ظلم گناهی است که الله او را تحمل نمی کنه، برداشت نمی کنه و ظالم مؤاخذه می کنه و تمام این قتل ظلم، گروگانگیری ظلم، حقوق انسان ظلم و نه اینکه ظلم تنها برمیگرده به حکومت و حاکمیت. نه، اگر حکومت هم عدالت رعایت نکنه ظلم و خیلی ظلم ها در دستگاه ها موجوده، در بعض بدن موجوده، ظلم موجوده و تا ظلم باشه درب آسمان بسته میشه. هم ما باید توبه بکنیم و از این گناه ها که انجام میگیرند و بد اخلاقیت دست بکشیم. هم حاکمان توبه بکنند، هم اونهایی که صاحب قدرتن و اختیاراتن توبه کنند و تا امور اصلاح نکنند. و تا توبه معنی توبه زبانی را الله برای الله هیچ ارزش نداره. استغفار زبانی و توبه زبانی باید توبه معنی یعنی که از گناه خود را بکشه و از گذشته پشیمان بشود. و لحاظ ای ما آسمان چرا درش را ببنده عزیزان؟ ما باید از خودمون سوال بکنیم که چه کردیم، عمل کرد ما چه بوده که بالاخره آسمان هم قهره و زمین هم قهره. و ما میگیم که گاهی که سیاست های داخلی و خارجی ولی سیاست های آسمانی را هم باید رفتارمون با صاحب آسمان هم تغییر بدیم. حق الله، حق بندگان وقتی که ضایع بکنیم بالاترین حق خدا را ضایع کردیم. چرا که خدا به حق خودش انقدر ناراض نمیشه که به ضایع کردن حقوق بندگان ناراض میشه، به ظلم ناراض میشه. و لحاظا عزیزان ممکنه هر کسی خودش را تبرئه بکنه و نه اگر ما سر به گریبان بیندازیم که چه کردیم، و لحاظا هر کسی از خودش شروع بکنه و ادارات از خودشون شروع بکنن. مجموعه دولت و حاکمیت هم بالاخره نگاه کنه که چرا باران نمی بارد. و ما شکایت ما از امریکا، از اروپا، از دنیاست و از اسرائیل و از آسمان چرا باران نیاید. و این واقعیت ها را نگاه کنید، حقائق نگاه کنید، واقع بین باشیم، حق بین باشیم و نگاه کنیم اینها را. و یک تغییرات مهم در زندگی نیاز مردم ایران که صاحبان این کشوران، شهروند این مملکتان، همه ما شهروند این کشوریم، فریاد زدند یک 2-3 سال گذشته که تغییرات بیاید در مملکت و تغییرات بدید و همه مردم احساس میکنند و به خوبی میدانند که کشور نیاز به یک سری تغییرات داره و اما این تغییرات متاسفانه حاصل نشد و مسئولان هیچ تغییری تا حالا نیاوردند. ولوی این هنوز ناراضگی مردم موجود هست. درسته در جنگ 12 روزه مردم از وطنشون حمایت کردن،
و جنگ رد کردن و دخالت بیگانه رد کردن. ولی مردم نه اینکه راضی‌اند، مردم خون جگر میخورند، خون دل میخورند. حالا اضافه برقاقته و این منطقه بلوچستان که از گرمترین مناطق کشوره و جنوب بلوچستان که هر درجه حرارت بالاتر از 50 میرود و شما تصور کنید که چگونه اینا شنیدیم که اینا یخ درست میشه در یخچال، اینها را وقتی که برقت میشه میارند آب میکنند و به چهره میریزند و به سینه بدن به لباسشون میریزند. خیلی سخته. اینجا هنوز آیدان درجه پایین تره ولی جنوب بلوچستان خیلی سخته و این برقات روز حالا 2400 دوبار بسیاری جغت می شود و آب که هم نباشه، نان که هم با کمبود مواجه، درآمد نباشه، جیب خالیه و ما نمیدانیم که مسئولان چگونه فکر میکنن و به هر حال مهمه، مسئولیت عظیمه و تازه تحریم تهدید فعال شدن معاشه بال هم فعال شده. این سیاست که به هر حال به محاصره اقتصادی به تکمیل برسانند و این اروپا این تهدید میکنه و حالا جنگ هم تهدید جنگ هم هست و توصیه ما آنه که مسئولان فکر کنن، باید که میخوان فکر کنن و ملت در تنگنا قرار داده، فشار بر سر مردم، کارخانه ها، کارگاه ها و کسب و کار و مغازه 1 ساعت که تعطیل بشه کشور عقب برمیگرده و اقتصاد دچار ضرر میشه. 1 روز اگر تعطیل بشه، چهارشنبه تعطیل بود، اگر ما وقتی که 1 روز شما تعطیل بکنید مملکت به کجا برمیگرده؟ به عقب. و چقدر سرمایه که باید در 1 روز جذب کشور بشه و این سرمایه ها بالاخره قطع میشه از کشور و اینا خیلی فشاره و انتظار. بالاخره مردم الان کم کم ناامید میشوند که مسئولان و هیچ تغییرات اصلاحات آمد، دور اصلاحات و اصلاحات چیز خوبی بود که اصلاحات صورت بگیره. متاسفانه ما اصلاحات رد کردیم و اصلاحات با بنبست مواجه کردیم. الان که شرایط به اینجا آمده و شرایط به تبدیل شده به بحرانهای متعدد، به اصلاح کار ساخته نیست و الان تغییرات مهم میخواهد. چرا نخبگان حرف نخبگان کشور مورد توجه قرار نگیره؟ چرا فریاد شهروندان مورد توجه قرار نگیره؟ چرا همه دنیا به فریاد شهروندانشون توجه میکنن؟ به سخنان و پیشنهادات نخبگان جامعه، فرهیختگان جامعه، صاحب نظران جامعه گوش میکنن. چرا در مملکت ما نخبه ارزش نداره؟ صاحب نظر بی ارزشه و خیرخواه ارزش نداره. خیرخواه هر کسی که جلوتر انتقاد همه جا میپذیرن انتقاد و سازنده را میپذیره. حداقل اگر تخریب قبول نکنن تخریب تحمل میکنن، ولی انتقاد سازنده را کسی انتقاد سازنده بکنه در گذشته گرفتیم و را زندان و گفته اگر تو مخالف با امنیت ملی هستی و تو امنیت ملی را به خطر میاندازی و قضات حکم صادر کردن برای زندان داده. بسیار از منتقدان، علمای منتقد، دانشگاهیان منتقد به زندان افتادن که این به ضرر کشور هست. همین ضرری که الان ما متوجهیم از اینه که ما جلوگیری کردیم
از انتقاد سازنده. اگر انتقاد سازنده باز بود و حرف مردم شنیده می شد، به خواسته شهروندان توجه می کردیم، شهروندان به بازی می گرفتیم، مورد توجه و نخبگان ارزش قائل بودیم، صاحب نظران ارزش قائل بودیم. کشور به اینجا نمی رسید. کشور همه آفتان، نه کشور دچار جنگ می شد، نه کشور با قحط آسمانی روبرو می شد، نه کشور با تحریم های اقتصادی مواجه می شد، تحریم های ماندگار طولانی و الان تحریم سخت‌تر و مجدد در راهه. و من هشدار میدم به مسئولان که ملت تحمل تحریم جدیدی را نداره. همون تحریم های گذشته کمر شکن شده برای مردم ایران. مردم ایران از سرمایه را از دست دادن، تحریم جدیدی میخوای بیاید و اینا ملت ایران نمیتونه تحمل بکنه و همچنان جنگ جدیدی را ملت ایران نمیتونه تحمل بکنه. ولی حضرت جای جنگ جدید در ایران نیست. چرا؟ ایرانی که آب نداره، ایرانی که روشنایی نداره، ایرانی که نان نداره، روزی نداره، ایرانی که الله تعطیل کسب و کار نداره. خودتون فکر کنید، جنگ با شکم سیر میشه و تا کسی شکمش سیر نباشه چگونه می جنگه؟ مقاومت با شکم سیر میشه، نه که به شکم سنگ ببندید. الان زمان بستن سنگ نیست. او صحابه آن حضرت بودن که به شکم سنگ بسته و مقاومت کردن. ولذا مسئولان باید فکر جدی باشند، دولت باید فکر جدی را بکنه و حاکمیت که سیاست در اختیار داره و اداره کلی کشور در دست حاکمیت و حاکمیت مسئوله. باید حاکمیت چاره برای ملت بیندیشه. برید مذاکره کنید، برید توافق بکنید و ملت ایران بالاخره هسته‌ای نمیخواهد، بالاخره خودش از گرسنگی بمیره. به چه قیمتی باید هسته‌ای؟ به چه قیمتی بعضی مسائل که اصرار میشه برایشون؟ بالاخره شما برید مذاکره کنید و جلوی این محاصره جدید اقتصادی که 2 هفته میگم باقی مانده بگیرید. جلوی جنگ و بهانه جنگ را از دست دشمنان ایران بگیرید و به هر حال امیدوارم که الله تعالی توفیق عمل به همه ما عنایت کنه و عاقبت همه ما را توصیه میکنم عزیزان من همه را به آن که زیر سختی‌های استان را هم حفظ کنید که به هر حال زیر سختی‌ها اینها مال همه ملت ایران، مردم ایران، مردم این استان و به زحمت این زیر سختی‌ها به هر حال ساخته شدن و اینا حفظ بشن. امنیت هم، امنیت راه و راهن و همه این مخابرات و برق و آب و همه چیز به هر حال امنیتش باید حفظ بشه و نباید کسانی راه را ناامن بکنن، نباید کسانی بیاید رهبندانی بکنن و بالاخره امنیت باشه و مردم هر حرفی دارن حرف بزنن، قصه را مطرح کنن. خیره، همه ما خیر خواهیم و خیرخواه حرفش را باید بشنوند و تحمل بکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی